من درگیر بحرانم. این شاید جمله باشه که خیلیامون باهاش مواجه شده باشیم توی این دوره و خیلی مهمه که بهش بپردازیم و بدونیم که اصلا این چیه. همونطور که هر کدوم از شماها ممکنه توی این دوره‌ای که از سر گذروندیم، این دوره جنگی، شاید اتفاقات خیلی مختلفی توی زندگیتون افتاده باشه و شاید حتی احساس کنین که خیلی از این اتفاقات صرفا مربوط به خودتونه. ولی امروز میخوام در مورد همین صحبت کنم که لزوما خیلی از این اتفاقاتی که برای شما افتاده مربوط به خودتون نیست و همه ما الان درگیر این اتفاقات هستیم. برای اینکه بهتر اصلا متوجه بشیم که با چی درگیریم، باید بدونیم که بحران چیه. بحران در تعریف میشه یک اتفاق یا اتفاقات ناخوشایندی که با حالت عادی زندگی ما تطابق نداره. مثل چی؟ مثل بلایای طبیعی. اگر مثلا تهران زندگی کرده باشین، هم چند سال پیش که سیر زلزله ها اومد، یا هر جای ایران، خیلی از جاهای ایران این زلزله ها اتفاق افتاد و اینکه احساس کنی خب تو توی مثلا، من تجربه‌ای که خودم داشتم این بودش که نشسته بودم و داشتم تلویزیون نگاه می‌کردم و یهو دیدم که همه چی داره میلرزه و مثلا لوستر داره میلرزه و یک صداهای عجیب و غریبی داره، ساختمون داره صدا میده، دیوار داره صدا میده. خب این اصلا چیز طبیعی نیست و اتفاق عادی نیست. این یه نوعی از بحران. حالا این بحرانه میتونه اشکال خیلی مختلفی داشته باشه، میتونه درونی باشه، میتونه بیرونی باشه. یعنی هم میتونه به خاطر اتفاقاتی که خارج از ما داره اتفاق بیفته، مثل همین بلای طبیعی، مثل سیل، مثل زلزله، مثل جنگ، یا حتی مثل از دست دادن هم یک بحرانه. این وقتی که شما یک عزیزی رو به خاطر فوت شدن، به خاطر مرگ یا به خاطر دوری فیزیکی، صرفا رابطه لانگ دیستانس یا مهاجرت، همه اینها بحرانه و حتی این میتونه درونی هم بشه. یه چیزی که شاید شنیده باشیم، بحران وجودی، existential crisis، اینه که تو در درون خودت و با وجود خودت یهو به مشکل بخوری که مثلا من چرا دارم زندگی میکنم، زندگی پوچ تشک چی، و این اتفاقات بیفته و چیزاییه که هر کدوم از ما ممکنه تجربهش کنیم. و این اتفاقی که افتاد به نام جنگ که همه ما تجربهش کردیم، یک بحران بود و حالا باید ببینیم که اصلا در بحران چه اتفاقی میفته. ما یک سیستمی داریم در بدنمون به نام سیستم عصبی خودمختار. از اسمش مشخصه، کار خودش رو میکنه و به ما ربطی نداره و وظیفش رو با هم آشنا میشیم که این 2 تا بخش داره. شاید اصلا اسمش شنیده باشین، خیلی چیز دور از ذهنی هم نیست. سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک، اینا هم اسمای آشنایی شاید باشه براتون. سیستم پاراسمپاتیک سیستم آرامشه، یعنی وقتی که اوضاع آرومه، زندگی خوبه، همه چی رو رواله، سیستم پاراسمپاتیکه. بیدار میشی، میری مثلا صبحونه میخوری، زندگی تو میکنی، قدم میزنی، پاراسمپاتیک. بحران توی سمپاتیک اتفاق میفته، یعنی وقتی که یک بحرانی اتفاق میفته، سیستم سمپاتیک ما فعال میشه. سیستم سمپاتیک کارش چیه؟ سیستم سمپاتیک کارش اینه که ما رو در حالت جنگ یا گریز قرار بده. این مثلا این موضوع هم توی چیز هست، هم توی روانشناسی هست، هم توی فیزیولوژی هست. fight or flight یا همون جنگ و گریز، که سمپاتیک ما رو توی این حالت قرار میده که آقا
بدن ما متوجه میشه که ما توی یک حالت خطرناکی قرار داریم و باید خودش رو آماده کنه که یا با اون تهدید بجنگه یا ازش فرار کنه اگه زورش نمیرسه، یا اگر هرچی اگر فرصت فرار نیستم که خب دیگه مجبور به جنگ، دیگه تنها گزینه‌ای که داره همین. و این با چی فعال میشه؟ یک هورمونی که خیلی از ما، شاید همه ما اسمش رو شنیدیم، آدرنالین. تلفظ دقیقش نمیدونم آدرنالینه یا آدرنالین، فکر می‌کنم آدرنالین. ولی آدرنالین میریزه تو خون و سیستم سمپاتیک فعال میشه و حالات هیجان زدگی و حالات آمادگی، انقباض عضلات، گشاد شدن رگ‌های خونی، عرضم به حضور شما که بالا رفتن فشار خون، بسته شدن سیستم گوارش، چون سیستم گوارش به چه درد میخوره توی اون حالتی که تو میخوای بدوی، میخوای بجنگی، تو همون انرژی که اون لحظه داری رو باید فقط الان مصرف کنی. و این سیستم وقتی فعال میشه برای اینه که شما رو توی یک حالتی قرار بده که از اون حالت وحشت و اون حالت ترس و اضطراب خارج کنه. حالا این رو مثلا ما شکل‌های لذت بخشش هم داریم. یعنی شما وقتی میری شهر بازی آدرنالینه، وقتی که فعالیت‌های هیجان انگیز انجام میدی مثلا بانجی جامپینگ که من انجام ندادم و خیلی ترسناک به نظر میرسه و دم هر کسی که انجام داده گرم و بیاد حتما در مورد تجربهش بهمون بگه. آدرنالین میریزه توی خون، در از چند ثانیه بعد از احساس خطر و احساس موقعیت بحرانی آدرنالین توی خون میریزه و همه این اتفاقات با هم میفته و بدن شوت میشه توی حالت سمپاتیک برای اینکه آمادگی بدن بالا بره برای جنگیدن یا فرار کردن از اون موقعیتی که ممکنه به ما آسیب بزنه. تا اینجا اوکیه، تا اینجا خب اتفاقیه که افتاده میفته، خیلی هم خطری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه آدرنالین هورمونیه که زود اثر میکنه و زود هم اثرش از بین میره. یعنی در عرض چند ثانیه، نهایتاً چند دقیقه بعد از احساس خطر آدرنالین وارد خون میشه، سیستم بدن وارد حالت سمپاتیک میشه و نهایت 1 ساعت، خیلی پر چند ساعت، مثلا چند ساعت معمولا نمیشه، مثلا نمیرسه، ولی تهش 1 ساعت توی این حالت میمونه و خارج میشه. مثلا شما ترن هوایی رفته باشی، سوار شده باشی، سقوط آزاد رفته باشی، فعالیت هیجان انگیز کرده باشی، احساسش کردین دیگه، مثلا تا چند دقیقه، 10 دقیقه، یه رو خیلی زیاد بشه، تپش قلبه هست و بعد از بین میره. اما بحث آسیب رسان و یه کوچولو به نظر من غم انگیز داستان وقتیه که هورمونی به اسم هورمون کورتیزول وارد داستان میشه. هورمون کورتیزول کارش چیه؟ هورمون کورتیزول کارش همون کار آدرنالین، ولی تو چه موقعیتی بهش نیاز پیدا میشه؟ موقعیتی که بدن از حالت سمپاتیک خارج نشه. چرا داره گریه میگیره؟ بدن که از حالت سمپاتیک خارج نمیشه و توی موقعیت بحرانی عملا زندگی میکنی، مثل همین 12 روز، همه ما تو این 12 روز این رو احساس کردیم که خیلی اشتها نداریم. خیلی از ما کله تابستون سرما خوردیم به خاطر اینه که سیستم ایمنیمون ضعیف شد. خیلی از ما حوصله کار جدید کردن نداشتیم به خاطر اینکه بدن الان واسش مهم نیستش کار جدید کنه. خلاقیت چیه بابا؟ تو الان باید زنده بمونی. این چیزی نیست که مثلا من الان درد دل بخوام بکنم و این کاملا چیزی، این دید بدنه به شرایطی که توش هستیم که الان وقت بقاست.
دیگه بقیه چیزا رو ول کن، مثلا غذا خوردن رو بیخیال، زنده بمون تا اول، بعد حالا در مورد بقیهش فکر کن. خوابمون به هم خورد، بخاطر اینکه خب تو نیاز به خواب نداری، تو الان باید بیدار باشی، هر لحظه ممکنه موشک بخورد تو کلت بمیری، برای چی باید بخوابی؟ و همه این اتفاقات میفته برای اینکه ما زنده بمونیم و اینجا کورتیزول وارد عمل میشه. کورتیزول هورمونیه که خیلی دیر وارد عمل میشه، معمولا چند دقیقه تا چند ساعت بعد از موقعیت بحرانی وارد عمل میشه و توی خون میریزه و میتونه تا ماه‌ها بمونه و بدن رو توی حالت سمپاتیک حفظ کنه. و میخواستم مثلا مثال بزنم از یک کسی که چه میدونم یک سوگی رو تجربه کرده، یک عزیزی رو از دست داده و اگه دور و براتون دیده باشین دیدین که مثلا این آدم لاغر میشه، اذیت میشه فلان، ولی راستش نیاز به اون نیست. ما خودمون هر کدوممون الان یک نمونه زنده ایم، یک نمونه زنده از کسایی که هورمون کورتیزول برای یک مدت قابل توجهی توی خونشون همجور جریان داشته. من خودم هر باری که میرفتم همون قشنگ دسته دسته موهام میریخت، بعدم داره ضعیف میشه، بخاطر اینکه دائم در حالت آماده باشه که نکنه یه نفر بخواد بهم حمله کنه، نکنه یک آسیبی برام اتفاق بیفته. و راستش میدونی خب به عنوان یک آدم فارسی زبانی که توی ایران زندگی کرده، من شما اگر توی ایران زندگی کرده باشین این رو دیدین و میدونین که زندگی تو ایران انگار که داری تو بحران زندگی میکنی، توی حالت سمپاتیک دائم داری زندگی میکنی، چون حتی توی موقعیت هایی که آروم همه چی اوکیه هم یه لحظه هایی هست که تو باید مواظب باشی که وای حقمو نخورن، وای فلان نشه. و این اتفاقی که برای هممون افتاده و هممون احساسش کردیم. خبر بعد اینه که سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک خودمختار و از ما دستور نمیگیرن و ما هم خیلی کاری نمیتونیم بکنیم برای اینکه اونا یهو ما رو پرت نکنن توی حالت جنگ و گریز. وای الان یه نفر بهم حمله کاری از دستون بر نمیاد، کار خودشه و بلده انجامش بده و انجامش میده. ولی چیزی که ما میتونیم دستکاریش کنیم یا یه حرکتی روش بزنیم روانمونه. ما خب به روانمون دسترسی داریم، افکارمون، با تغییر دیدمون، با آدمایی که دورمون داریم، با همه اینها به روانمون دسترسی داریم. دسترسی مستقیم به بخش هوشیار روانمون داریم و دسترسی غیر مستقیم به بخش ناهوشیارش. یعنی خب ما نمیتونیم بخش ناهوشیار ذهنمون رو ببینیم، باش در ارتباط مستقیم باشیم، ولی یه کارایی میتونیم توی هوشیارمون بکنیم که روی ناهوشیارمون اثر بذاره. و خب ناهوشیار یک بخشیه که همون ناخودآگاه، یک بخشیه که خیلی بیشتر از حالت هوشیارمون با بدنمون در ارتباطه و اگر ما بتونیم هوشیارمون رو تقویت ناهوشیارمون رو تقویت کنیم، قطعاً میتونیم بدنمون رو هم تقویت کنیم. چون همونطور که گفتم احساسات و چیزایی که در روانمون ما احساس میکنیم، اون احساس ترس چقدر میتونه روی بدنمون تأثیر بذاره، میتونه باعث ضعف سیستم ایمنی بشه. حالا حالت سمپاتیک رو خیلی چیزی نداریم بهش، ولی
حالتهای دیگه ای هستن که ما میتونیم یه کارایی روش بکنیم. این تا اینجا خبر بد. حالا بریم سراغ خبر خوب. خبر خوب اینه که ما یه کارایی از دستمون برمیاد و باید بر بیاد. راستش یعنی یک متنی داشتم میخوندم که میتونم آخر ویدیو بیارمش اگر پیداش کنم دم دست باشه، و اونم این بودش که ما توی تضاد زندگی میکنیم. مردم ایران مردمی هستن که توی تضاد زندگی کردن طی سالها. یعنی چیز جدیدی هم نیست که آقا بگیم نه بعد انقلاب، نه. ما طی سالها و دوره‌ها و سلسله‌های مختلف توی تضاد زندگی کردیم و زنده بودن توی تضاد رو یاد گرفتیم. اصلا پوست نازک بودن می‌بینی به ژن ما نمیخوره. ما بلدیم و یاد گرفتیم که پوست کلوف باشیم و کلیشه‌ایه، ولی ما مردمی هستیم که ثابت کردیم که اگه بخوایم میتونیم. و این اتفاق جدیدی نیست و چیزی که هست اینه که ما یک سری کارهایی هستش که با انجام دادنشون خیلی جدی میتونیم اثر بذاریم روی زندگی خودمون و اطرافیان. مهمترینش و اولینش شاید واقعا بتونیم بگیم که این مهمترینشه، اینه که ما یک حمایت عاطفی داشته باشیم، ایموشنال ساپورت داشته باشیم. یک فردی، کاملا در مورد یک انسان دارم صحبت میکنم، مثلا منظورم یک دیدگاه، یک مذهب، یک باور، نمیدونم اینا، نه، انسان، یک انسانی خارج از ما که ما میتونیم روش حساب کنیم. به شدت مهمه و به شدت تاثیرگذاره. یعنی توی همین دوره هم میتونین برین از اطرافیانتون که پارتنر دارن و تو رابطهشون خوشحالن بپرسین. اونا مطمئنن کمتر اذیت شدن. میتونین از کسایی که اطرافتون هستن و دوستای صمیمی دارن، خودتون شاید دوستای صمیمی داشته باشین، کس یا کسانی رو داشته باشین که در ارتباط مستقیم و لحظه به لحظه باشین باهاشون، به شدت اثر این رنج رو کمتر میکنه. خیلی زیاد اثرش رو کمتر میکنه و باعث افزایش تاب‌آوری میشه. و کار دیگه‌ای که میتونیم بکنی اینه که حواستون به خودتون باشه. واقعا خیلی خیلی شاید کلیشه‌ای به نظر برسه، ولی راستش حواستون به خودتون باشه. مواظبت کنید، مواظب خودتون باشید. چه جوری؟ همه میگن که خودتو دوست داشته باش، حواستون. چه جوری؟ ژورنال کن، بنویسین. من این احساسو داشتم. من وقتی که موشک خورد و چه میدونم در و دیوار خونه داشت میلرزید، این احساسو داشتم. من وقتی که فلانی از دست دادم، این احساسو داشتم. و ایناست که آدمو قوی میکنه ها. این که تو به احساست و هیجانی که اون لحظه داره اتفاق میفته واقف بشی. یا آقا این احساسی که من الان دارم اسمش ترسه. چیز بدی نیست، واقعا چیز بدی نیست. اینکه به ترست فکر کنی اصلا چیز بدی نیست. اینکه به نگرانیت فکر کنی اصلا چیز بدی، خیلی هم خوبه اتفاقا. بدونی آقا اسم این احساسی که من دارم ترسه، نگرانی، اضطراب، وحشته و اینه که داره منو زنده نگه میداره. و تا اینجا شد 2 تا کار. یکی دیگر رو داشته باشین که حواستون بهش باشه و حواسش بهتون باشه، و 2 حواستون به خودتون باشه و مواظبت کنین. خوب بخورین، خوب بپوشین، خوب بچرخین و این حق رو به خودتون بدین که
این موقعیتی که ما از سر گذروندیم موقعیت بحرانی بود، ترسناک بود و ترسیدن چیز عجیبی نیست توی این موقعیت. بذارید بترسید و به خودتون حق بدید که به این راحتی ها نتونید ازش خارج بشین، چون باز برگردیم به اون مبحث قبلی که دارم دوش صحبت کردیم. کورتیزول چیزیه که دیر ترشح میشه و دیر هم از خون خارج میشه. پس شاید هنوز یکم از اون کورتیزول توی خونتون باشه. من خودم هنوز وقتی یه نفر در رو محکم میبنده، نمیدونم تبلایی که میزدن توی عزاداری ها یه موتوری خیلی زیاد گاز میده، من هنوز تپش قلب میگیرم. خیلی خیلی طبیعیه. مگه چند بار مثلا توی زندگی یه نفر اتفاق میفته که موقعیت این شکلی رو باهاش مواجه بشه؟ جمع‌بندی بخوایم بکنیم، در مورد خیلی چیزا حرف زدیم و امیدوارم که بخشیش حداقل بهتون کمک بکنه. و داشتم فکر کردم که میتونیم آخر ویدیو هامون یه کاری بکنیم که از این ویدیو، مثلا تو این ویدیو در مورد یه چیزی صحبت کردیم و تا ویدیوی بعدی یه کاری در موردش بکنیم. این چی میگم که خب مثلا این سری در مورد این صحبت کردیم، این کارو بکنیم تا ویدیوی بعدی. و خب تو این ویدیو در مورد بحران حرف زدیم و در مورد زندگی در بحران حرف زدیم و حالا یه سری توصیه هایی هم کردیم، توصیه های بهداشتی که از خودم درشون نیاوردم، به خدا رفتم مطالعه کردم. من واقعا خودم اصلا در سطحی نمیدونم که بخوام توصیه‌ای بکنم به کسی. مثلا کیم من؟ ولی کاری که میتونیم بکنیم اینه که تا ویدیوی بعدی سعی کنیم 3 تا کار بکنیم. کار اول اینه که مواظب خودمون باشیم تا جایی که امکانش هست توی کارهای خیلی دم دستی، نه اینکه مثلا بخوایم خیلی کار خاصی بکنیم. سعی کنیم خوابمون رو تنظیم کنیم، چون کاریه که میتونیم انجام بدیم و در دسترس خودمونه. من خودم خوابم تقریبا رسید مثلا به 4 و 5 صبح، گاهی 6 و 7 صبح حتی. یعنی نمیخوابیدم، از اون ور میخوابیدم تا مثلا 5 و 6 غروب و دوباره همین چرخ تکرار میشد. و الانم خیلی بهتر نیست، ولی دارم سعی میکنم روش کار کنم. خوراکمون حداقل 3 وعده تو روز رو بخوریم. اگه بیشتر تونستیم بخوریم چه بهتر، اگه نتونستیم همون 3 وعده رو حداقل داشته باشیم. 3 وعده نمیگم غذای حالا سالم و نمیدونم نوتریشس و کالری فلان انقدر کالری انقدر، نه، 3 وعده غذا، صبحونه، نهار، همین. اگر تونستیم، اگر وقتشو داشتیم، حوصله‌شو داشتیم، شد ورزش. نه مثلا در حد باشگاه نمیخواد بریم، تو خونه در حد مثلا نرمش صبحگاهی 20 دقیقه نیم ساعت. توی یوتیوب سرچ کنین فارسی انگلیسی زیاد هست که مربیای مختلفی هستن، نرمش میدن، میتونین باشون نرمش کنین، ورزش کنین و فوق العاده است، جوابم میده، خیلی خوبه. و واقعا صبح که با ورزش و نرمش شروع میکنی اصلا مود روزتون عوض میشه، خودتون بهتر از من میدونید. با کارهای کوچیک این شکلی و حالا خواستین همین کارهای کوچیک این شکلی رو روی روانتون هم انجام بدین، یه نمونهش میشه ژورنال کردن. بنویسین چیز اتفاقاتی که توی روزتون افتاد. من و این میشه کار اول. سعیشو بکنین. نمیگم که حالا الان برین یه برنامه‌ای بخوایم بنویسیم، من خودم اصلا نمیتونم، اصلا آدم برنامه ریز و چه میدونم اهداف بلند مدت و این نه. من و آره یه قدم کوچیکی برداریم. کار دوم این که با یک شخصی در ارتباط باشین، دوستی، یه پارتنری اگه دارین، اگه ندارین نمیگم بریم پیدا کنین حالا تو این وضعیت. یه دوستی چیزی
که باهاش صمیمی‌ترین، از حالش خبر داشته باشین، اون از حالتون خبر داشته باشین، مواظب هم دیگه باشین، با هم دیگه حرف بزنین، در ارتباط باشین. و مورد سوم که واقعا میدونم که چیزی نیست که خیلی بتونن انجام بدن، برای خود من کار به شدت سختیه، هم از لحاظ روانی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از خیلی لحاظهای دیگر به شدت کار سختی، از لحاظ فرهنگی، از همه لحاظ. اینه که بریم پیش تراپیست، پیش روانشناسی که این کار است. واقعا سابقه‌ش رو چک کنین، روی کردش رو چک کنین، ببینین که چی کارا کرده، چه جوریه وضعیتش، و حال کنین. ببین واقعا چیزی که من این از تجربه شخصی خودم میتونم بگم اینه که یکی از مهمترین چیزها در جواب گرفتن در روان درمانی اینه که با روان درمانگرتون حال کنین. با پزشکتون حال نکنین هم خیلی مهم نیست، حتی یه چیزی یادت قرصی بده، تیغ جراحی مهم نیست حال کنی باهاش، ولی خیلی مهمه با روان درمانگرتون حال کنی. و واقعا توصیه میکنم، هم به عنوان کسی که روان درمانی شده، من 2 سال من دارم پیش درمانگر میرم و جواب گرفتم، هم به عنوان یک دانشجوی دونمایه خورده پای روانشناسی، هم بر اساس تحقیقات علمی، بهتون پیشنهاد میکنم اگر 1% هم امکانش رو دارین که پیش روانشناس برین. و این 3 تا کار بهشون فکر کنین، اگه تونستین انجام بدین، نتونستین فدای سرتون. و ویدیو رو جمع کنیم، همین الانم خیلی طولانی شد، فکر کنم طولانی ترین ویدیوی من شده تا اینجا. و همین، مواظب خودتون باشین، همدیگر بغل کنین و همین.